خب الان فهمیدم چیزایی تو این دنیا هستن که میخوام بهشون دست بزنم، اما نمیتونم بهشون دست بزنم چون اگه دست بزنم میمیرم. پوکیپاینز خیلی نازه، نمیدونم شما میتونین ببینینش یا نه، اما نازه. دوست دارم بگیرمش، دوست دارم بغلش کنم، دوست دارم فشارش بدم، اما نمیتونم این کار بکنم. نه فقط به خاطر اینکه خار داره، بلکه اون خارها میشکنه و داخل گوشت میمونه و یه جور روغن خاص روشه که باعث عفونت میشه. و این لیست ادامه داره با افریکن کرستن رت. فکر کنم اسمشو درست گفتم. اصلا نیازی به گفتنش نیست، این ترکیب چند تا چیز خیلی خوب و پشمالوه که میتونی بگیریش، فشارش بدی، نازش کنی، اما بهتر این کارو نکنی چون سم این موش کافیه که یه فیلو بخوابونه.